عزیز ابرام هستم با این مجموعه خبری. رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان یک بار دیگر از سیاست اسلام آباد در برابر افغانستان انتقاد می کند. محمود خان اچکزی در نشست در کویته می گوید کشور که به استقلال دیگران احترام نگذارد استقلال خود را نیز از دست خواهد داد. او همچنان بر برگزاری نشست با حضور کشورهای همسایه و سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل برای پایان تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده است. تاکید رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان بر احترام به استقلالیت افغانستان از سوی اسلام آباد. محمود خان اچکزی در نشست در کویته پاکستان یک بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های کشورش در برابر افغانستان میگوید کشوری که به استقلال دیگران احترام نگذارد استقلال خود را نیز از دست خواهد داد. آقای اچکزی بر برگزاری نشست با حضور کشورهای همسایه و سازمان ملل متحد برای حل مشکلات میان دو کشور نیز تاکید کرده است. افغانستان از شما چی می‌خواهد؟ یک نشست برگزار کنید، همسایه ها را دعوت کنید، بپرسید آنها چی اعتراض دارند و شما چی اعتراض دارید. در آن نشست دبیر کل سازمان ملل و نماینده های شورای امنیت هم حضور داشته باشند. ادامه این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی برگزاری چنین نشست‌ها و مطرح کردن خواست‌های واقع بینانه و قابل پذیرش را برای حل مشکلات میان کابل و اسلام آباد مهم می‌دانند. مهمی است که سازمان ملل متحد ارج بگذاره و اهمیت بگذاره به این صدا و مسلماً که اگر ملل متحد با کشورهای همسایه یک جا با نماینده ها یا رهبران هر دو کشور که با هم مخاصمت شروع کردن یا مخاصمت ادامه میدن نشست داشته باشند اثرگذاری مؤثر خواهد داشت. در این اواخر زیادتر سیاسیون دولت خود ملامت میکنن که در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه و با بانای مختلف افغانستان بمبارد میکنه، مردم بیگناه رو میکشه. از واسطه حال سیاسیون به این نتیجه رسیدن که باید که پاکستان دست از مداخله برداره. پیش از این نیز شماره از احزاب و علمای پاکستان از سیاست‌های این کشور در برابر افغانستان انتقاد نموده و بر حل تنش‌ها میان دو طرف از راه گفتگو تاکید کرده بودند. سفیر امارت اسلامی در مسکو در حاشیه نشست سن پترزبورگ با معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه دیدار کرده است. در خبرنامه این سفارت آمده که در این دیدار دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های دو جانبه تاکید نمودند. گلحسن حسن همچنان با برخی دیگر از مقام‌های روسی نیز دیدار و پیرامون توسعه مبادلات تجارتی، افزایش صادرات از افغانستان و تقویت روابط منطقه‌ای رایزنی کرده است. اشتراک سفیر امارت اسلامی در مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ. بر بنیاد خبرنامه سفارت افغانستان در روسیه، گلحسن حسن در حاشیه این نشست با معاون نخست وزیر روسیه، رئیس اتاق تجارت و صنایع و شمار دیگر از مقام‌های این کشور به گونه جداگانه دیدار کرده است. در خبرنامه آمده که در این دیدارها در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجاری، فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای بازرگانان افغان و پشتیبانی از افغان‌ها و دانشجویان مقیم این کشور گفتگو شده است. روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه یک اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود. از سوی دیگر روز گذشته سفیر افغانستان در مسکو در حاشیه این نشست با نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای و برخی دیگر از مقام‌های روسیه دیدار و دو طرف روی توسعه روابط بازرگانی و تداوم همکاری‌های مشترک میان کابل و مسکو رایزنی نمودند. اگر روابط مثل کشور روسیه با افغانستان نزدیکتر میشه، این باعث از این میشه که ترانزیت یا پروژه های ترانزیتی یا خطوط آهن احداث شود، با بهره برداری سپرده شود، حمایت مالی شود و در کنارشان ما صادرات مختلف میوه‌جات داشته باشیم و واردات از اون طرف تیل و نفت داشته باشیم. این میتونه که برای نظام اقتصادی افغانستان بسیار نفع اساسی را با وجود بیاره. مجمع بین المللی سن پترزبورگ از بزرگترین نشست‌های اقتصادی روسیه به شمار می رود و امسال سفیر امارت اسلامی در مسکو به نمایندگی از افغانستان و نیز احمدالله وثیق رئیس اداره ملی المپیک و ورزش کشور در این مجمع حضور دارند.
برای جزئیات بیشتر در مورد مجمع اقتصادی سن پترزبورگ همکارم علی کاظمی را از مسکو با خود داریم. آقای کاظمی سلام و وقتتان بخیر. میشه جزئیات بیشتر در مورد این نشست و اینکه هیئت از امارت اسلامی افغانستان هم حضور داره ارائه بدارین؟ با تشکر از شما. باید یادآور باشم که مجمع اقتصادی سن پترزبورگ یکی از مهمترین مجامع و نشست‌های اقتصادی روسیه است که همه ساله برگزار میکنه، بخصوص در این 5 سال گذشته و بعد از آغاز درگیری‌ها در منطقه و اوکراین. روسیه تمرکز کرده روی نشست‌های اقتصادی خودش و از این موقعیت استفاده میکنه تا مقامات کشورهایی که در این نشست حضور پیدا میکنه بتونن که باشن روابط دو جانبه، نشست‌های چند جانبه را برگزار بکنه و همچنان اهداف خودش را یادآوری بکنه. بخصوص نشست سن پترزبورگ از یک نکته دیگه قابل اهمیت است. همیشه خود آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست حضور داشته، سخنرانی کرده و همچنان نشست خبری هم با خبرنگاران داشته. در کنارش نشست‌های چند جانبه با مقاماتی که در این نشست حضور پیدا میکنن، بخصوص رؤسای جمهورهای کشورهای مختلف که در این نشست حضور پیدا میکنن، باشان صحبت میکنه. بخصوص روز گذشته صحبت‌های ولادیمیر پوتین در این نشست داشتیم، روی موضوعات مختلف صحبت کرد، بخصوص اوکراین، ایران، خاورمیانه. و باید یادآوری هم بکنم که امسال به نمایندگی از افغانستان و امارت اسلامی افغانستان آقای وثیق رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان، چون در حاشیه نشست قرار است از مدال آوران جوان هم تقدیر بشه و همچنان نشست اقتصادی که است، آقای وثیق و 2 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان در این نشست حضور داره. از سوی دیگه آقای گلحسن حسن سفیر امارت اسلامی در مسکو هم در این نشست دعوت شده حضور داره و با معاون نخست وزیر روسیه و مقامات‌های اقتصادی روسیه در حاشیه این مجمع گفتگوهای داشته، بخصوص برای حضور امارت اسلامی و افغانستان در سازمان‌هایی که روسیه در او عضو است یا حداقل رئیس او سازمان‌ها هست صحبت کرده، بخصوص سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی، تا بتانند امارت اسلامی و نمایندگان امارت اسلامی عضوی از سازمان‌هایی باشه که روسیه در اونجا یا رئیس است یا عضو است. به همین دلیل با معاون نخست وزیر و همچنان مقامات اقتصادی از وزارت اقتصاد روسیه آقای گلحسن حسن در حاشیه این مجمع صحبت کرده و همین حضور نمایندگان امارت اسلامی هم میتونه تاثیر داشته باشه تا سالهای بعدی، برنامه‌های بعدی بتونن که نمایندگان بیشتری از افغانستان در نشست‌هایی که روسیه برگزار میکنن حضور داشته باشه. آقای علی کاظمی سپاس از حضورتان در برنامه. مهاجرین تازه برگشته از پاکستان خواستار فراهمسازی سرپناه هستند. شمار از این خانواده ها که به تازگی از مسیر ترخم وارد کشور شدند میگویند در وضعیت نابسامان زندگی میکنند و از همین رو خواستار تسریع روند توزیع زمین هستند. در همین حال مسئولان محلی ننگرهار میگویند که روند توزیع زمین به مهاجرین تازه برگشته همچنان ادامه دارد. اسماعیل پس از 3 دهه غربت به کشور برگشته، اما با خاطرات تلخ و فراموش نشدنی. به گفته وی نظامیان پاکستان برخورد نادرست در برابر مهاجرین دارد و از همین رو دار و ندارش را به بهای اندک به فروش رسانیده و به کشور بازگشته است. همانند اسماعیل شمار دیگر از مهاجرین با چنین وضعیت به کشور برگشته و در تلاش سر و سامان دادن دوباره زندگی هستند. آنها به اداره شهرسازی و مسکن مراجعه نموده تا زمین برای ساخت سرپناه به دست بیاورند. پولیس را کور کې لکه واړه نو زما او ایستره را 15 کسان زما زامن او لورګانې دا و را ایسترالو ډیپورټم کړ او ورپسې راغه ماشومان مې په بل لار بیا راغله نن چې راغلي تسلاس راغلي هغه چې موږ سره څو هغه سره رانه اخیستل موږ دلته دا هیله کوو چې موږ د امارت نه دا غواړو چې موږ سره ډیره همکاري وشي. در همین حال مسئولان اداره شهرسازی و مسکن ننگرهار میگویند روند توزیع زمین از چند بدین سو آغاز شده و تلاش ها همچنین برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین تازه برگشته ادامه دارد. په حدود 300 نمرو کې روزانه موږ توزیع کوو په رسمي ورځو کې. په پلان کې سړکونه، خدماتي ساحې، شنې ساحې، ریزرفي ساحې، مسجدو لپاره تجارتي ساحې
او سرکونه، لوی سرکونه، وړکي سرکونه او سخت سرکونه دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. با این حال روند اخراج مهاجرین و بازگشت آنان از طریق گذرگاه ترخ هم اخیراً یک بار دیگر تشدید یافته و مسئولین امارت اسلامی پیوسته از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات آنان اطمینان داده‌اند. به ادامه خبرها خوش آمدید. شمار از باشنده های ولسوالی کراخ هرات از وضعیت نامناسب مسیر حلقوی هرات بادغیس سخن میزنند. باشنده های این ولسوالی که از پس افزایش سطح آب بند پاشدان و بندش مسیر اصلی از جاده حلقوی هرات بادغیس استفاده میکنند میگویند خرابی راه رفت آمد را دشوار ساخته است. مسئولان محلی اما میگویند بررسی فنی این مسیر به داوطلبی سپرده شده و تلاش‌ها برای بهسازی آن ادامه دارد. پس از بندش مسیر اصلی ولسوالی کراخ در پی بالا رفتن سطح آب بند پاشدان، باشنده های این ولسوالی از راه حلقوی هرات بادغیس به عنوان مسیر بدیل استفاده می کنند. با آنکه این مسیر نسبت بر راه اصلی طولانی است، اما خرابی راه تردد برای باشنده های کراخ را دشوارتر ساخته است. مردم به خیلی به یک مشکلات سخت گرفتارم. دولخت میشه، مشکلات زیاده. این سرک خومیه، طور اسفورت نشده، کور قودال و همه جا ادمی جگاه تقریبا تا او سرکی که به اسفورت پس بالا میشه او زیر بند پاشتون. طور استاندارد همین رود جور کنن، اقلا همین رنگ کاسه پول جور کنن. زمستان ما به همین مشکلات ما یک 2 هفته منتظر بودیم تا او کم شه که ما بتونیم از این مسیر دور شیم. و اینکه مریض داره و بدبختی مشکلات دیگه داره و دکان داره دیگه داره که هیچ نیست. همین گونه برخی راننده های این مسیر میگویند ناهمواری راه آنان را با مشکل مواجه ساخته و مسافرین به ویژه بیماران به موقع به مقصد رسیدن نمیتوانند. این راه خیلی خرابه. به حساب اهمیت خیلی خوب اهمیت است، اما راه خیلی خرابه. 4-5 تا حادثه ما از کشته دادیم همین راه که او بوده گال خوش شده. خیلی مشکل مواجهیم که شیرا ما خیلی زیاد خراب میشه، سر نمیره. سر رود میه ما تقریبا 1 روز 2 روز ما استادیم اینجا تا کمی او کم شما تیر شیم. اما مسئولان محلی هرات میگویند برای حل بنیادی این مشکل کار بررسی این مسیر به داوطلبی سپرده شده و تلاش می شود تا با بهسازی این مسیر رفت و آمد شهروندان تسهیل یابد. شورای هرات کراخ در بخش بند پاشدان از سوی وزارت فواید عامه سروی و دیزاین آن به داوطلبی سپرده شده است و اداره محلی ولایت هرات به هدف تسهیل رفت و آمد هموطنان ما در این مسیر و تکمیل اشارهای مهم تلاش‌های خود را به گونه جدی تا شروع کار این سرک مهم ادامه می‌دهد. جاده هرات کراخ که بخشی از بزرگراه هرات بادغیس و جاده حلقوی کشور است، ولایت هرات، بادغیس، فاریاب و سایر مناطق را با هم وصل می‌کند. انجمن زنبورداران بلخ از افزایش برداشت عسل در سال جاری خبر می‌دهند. مسئولان این انجمن میگویند در حالی که سال گذشته حدود 1000 کیلوگرم عسل برداشت شده بود، اما امسال به دلیل آب و هوای مناسب و رویش گل و گیاه این رقم به 1500 کیلوگرم افزایش یافته است. در همین حال ریاست زراعت بلخ از فعالیت 58 فارم پرورش زنبور عسل در این ولایت خبر داده میگوید این اداره به منظور رشد این بخش به حمایت‌های خود ادامه می‌دهد. خوشبینی ها از افزایش برداشت عسل در بلخ همزمان با پایان روزهای سبز بهاری و فصل رویش گل، کندوداران در بلخ روند برداشت عسل را روی دست گرفتند. ظاهراً امسال آب و هوای مناسب و رویش گل و گیاه مختلف مجال بیشتر برای جمع‌آوری عسل داده و پرورش دهنده های آن نسبت به حجم بلند محصولات خود خوشبینند. مسئولان انجمن زنبورداران در بلخ میگویند در حالی که سال گذشته به دلیل خشکسالی حدود 1000 کیلوگرم عسل برداشت نموده بودند، اما امسال انتظار می رود تا این رقم به 1500 کیلوگرم افزایش یابد. پارسال نسبت خشکی سالی که تنوع گلی کمتر بود و بارندگی نبود، خشکسالی بود، خوب بود و قدر مردم راضی نبود از این. امسال ماشاءالله خوب است. نسبت پارسال ما به حدود زیر 1 تن یا 1 تن عسل ما جمع آوری کردیم.
امسال ممکن ما 1.5 تن یا بیشتر و کمتر از 1 تن بالاتر همقدر ما پیش بینی داریم. در همین حال برخی کندوداران هم نسبت به برداشت عسل خوشبینند و میگویند در زمان مشابه در سال گذشته نه تنها عسل کافی برداشت نتوانستند بلکه بخش از زنبورها نیز به دلیل امراض تلف شده بود. آنان اما خواستار حمایت ریاست زراعت با ویژه بازاریابی با محصولاتشان و جلوگیری از واردات عسل بیرونی هستند. از زراعت خواست ما همی است که با ما همکار شوند، یک کمک کنند، با خبری کنند در عرصه دوا و دارو. ما کمبودات داریم. در ما هم زحمت میکشیم، مثلا 100 صندوق ولی 200 یا 500 صندوق 600 صندوق باشه همین زحمت است. اما قدر حاصلات زیاد میگیریم. خیلی خوشبین هستیم و دوم دیگه که یک کمک و همکاری که شود خیلی برای زنبوردارا دیگه نظارت در بازار شود. بازارها که از فروشات ما صحیح نداریم، عسل ما را کس نمیخره. در همین حال ریاست زراعت بلخ آمار می‌دهد که در این ولایت 58 فرم پرورش زنبور فعالیت دارد و این بخش رو به رشد است. در ولایت بلخ تقریباً 58 فرم های زنبور عسل وجود دارد و وضعیت فعلی این فرم ها در این روزها رو به بهبود است و تولید عسل نیز در حال افزایش می باشد. ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بلخ همچنان با زنبورداران همکاری های لازم را انجام می دهد. با این حال فارمداران از شهروندان نیز می‌خواهند تا با استفاده از محصولات داخلی به ویژه عسل که آنان برداشت می‌کنند در رشد فعالیت‌های آنان کمک کنند. حال هم چند خبر از بیرون کشور. رئیس جمهور روسیه بر ضرورت یک ساختار مالی نوین، انعطاف پذیر و مسئولانه در جهان تاکید می‌کند. ولادیمیر پوتین در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ همچنین رشد اقتصادی کشورها را برای ایجاد جهان عادلانه‌تر مهم عنوان کرده است. از سوی هم رئیس جمهور ازبکستان در این نشست از ایجاد کمربند اوراسیایی به منظور گسترش همکاری‌ها خبر داده است. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович پوتین. رئیس جمهور روسیه میگوید جهان به یک ساختار مالی نوین، انعطاف پذیر و مسئولانه نیاز دارد، ساختاری که عاری از محدودیت‌ها باشد و زمینه را برای توسعه مستقل کشورها فراهم سازد. ولادیمیر پوتین در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ همچنین رشد اقتصادی کشورها را برای ایجاد جهان عادلانه تر مهم عنوان کرده است. جهان زمان عادلانه تر می شود که رشد اقتصادی کشورهای بیشتر را در بر گیرد و میلیاردها انسان که پیشتر در حاشیه اقتصاد جهانی قرار داشتند از فرصتهای توسعه بهره مند شوند. آقای پوتین همچنین از سیاست‌های اقتصادی اروپا انتقاد کرده میگوید که این رویکرد به امنیت منطقه‌ای و جهانی آسیب می‌رساند. ما می‌بینیم سیاست‌های کوتاه‌بینانه اروپا که با لحن تهاجمی همراه است به تضعیف بیشتر جایگاه اروپا در اقتصاد جهانی منجر می‌شود و علاوه بر آن امنیت منطقه‌ای و جهانی را نیز آسیب می‌رساند. در واقع نخبگان اروپایی آشفتگی و بی‌ثباتی را دامن می‌زنند و می‌کوشند کشورهای بیشتر را در آن دخیل سازند. از سوی هم رئیس جمهور ازبکستان در این نشست از ایجاد کمربند اوراسیایی به منظور گسترش همکاری‌ها خبر داده و گفته که آسیای مرکزی منسجم و به هم پیوسته از نظر اقتصادی سازگار با شرکای خود است. ما به سوی فضای بزرگتر همکاری حرکت می‌کنیم که بتواند ظرفیت‌های صنعتی، منابع، بازارها و مهارت‌ها را با هم یکجا بسازیم. به همین دلیل ما ابتکار ایجاد کمربند اوراسیایی صنعتی سازی فناوری را مطرح می‌کنیم. با این حال مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور نماینده‌های بیش از 130 کشور برگزار شد که در آن روی گسترش روابط تجارتی و ایجاد همکاری‌های تازه در این مجمع گفتگو شده است. با پیشگویی وضعیت آب و هوای فردا خبرهای امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا درود بعد، خدا نگهدار.